از غلو در بزرگ پرستی بود پرست شدن. اونا صدا و سمود و هوا را شفیع نزد خدا میخوندن، در هواج دنیوی اونها رو صدا میزنن. شیعیان و بعضا صوفیان ائمه و بزرگان خودشون بت کردند و صدا میزنند. ولذا حضرت هود اونها رو نهی کرد که چون این شفاعتی که شما ادعا میکنید دروغینه و هیچ کسی جز خداوند مستحق کرنش و عبادت نیست. لیکن اونا به جای اینکه حق و قبول کنن، هود رو مسخره میکردن، تحقیرش میکردن، به صفحات به دروغ نسبتش میدادن، تا اینکه 3 سال باران رحمت خداوند برشون نیامد و هود علیه السلام مثل هر پیغمبری در دعوت خودش ثابت قدم بود. بهشون گفت اگر به هدایت خدا بازگردید، به توحید خدا بازگردید، خداوند باران رحمت رو پی در پی براتون میبارونه و نعمتهای شما رو بر شما که داده میافزایه. خود حضرت هود علیه النبی السلام از نواده های حضرت نوح علیه النبی السلام مدتی بعد از نوح مبعوث شده در سن 40 سالگی و بنا به یک قول نوشتند که ایشون هم 760 سال قوم خودش رو به توحید دعوت کرد. 760 سال، لیکن ایمان نیاوردن و دعوتش هم این بود مثل هر پیغمبری: یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. ای قوم، خدا را عبادت کنید که شما خدای غیر از خدا ندارید. مصلحت شما در توحید، در خدا پرستی است. همین سخنی که همه پیامبران علیهم السلام بدون کم و کاست گفتند و هر رسولی که می آمد این حرف رو می زد، مردم به جاده توحید می خوند، دوباره بعد از مدتی منحرف می شدن.